کنفرانس آزمون علمی را استاد مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکین شرف جباروف آغاز بخشیده نخست درباره زندگی نامه و نقش اکادمیک نامزد علم‌های طب ملا ظهور طاهری در پیشبرد ساحه طب و استفاده از گیاه‌درمانی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده همزمان او را با 70مین سالگرد مولودش صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود و تاکید کرد که واقعا کتاب نوبتی ملا ظهور طاهری آب از طلا قیمتتر یکی از تحفه‌های خیلی ارزنده با اقدام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار می باشد. یکی از شاعران اسدالدین قمرزاده در سلسله به دوستان مهربان و افتخار دکتر ظهور طاهری گفته بود: از دیه پودخین کوهستان بالای زرافشان طبیب پیدا شده کرد تمام عالم را حیران. کی بوده است او؟ گفت پرسید اگر ای دوستان وارث بوعلی سینا ملا ظهور طاهریان. طبیب خلقی است هم دانشمند علم طب صاحب چند هنر است این شعار مرد حبیب. دوا می کند بیماران را با گوناگون طبیعی گیاه از سخنهایش بیماران به زودی می یابند شفا. در کتاب مشهور جهان گینیس هست نام آن گشته باید در عالم چون افتخار تاجیکستان. شعار دارد باید 100 سال عمر دارد. هر انسان با دانش خود اثبات کرد این را در طب جهان. از این رو من اول میخواهم ترجمه حال مهمان عزیز ما را به شما معرفی کنم. دکتر ملا ظهور طاهری نامزد علم‌های طب اکادمیک بهترین طبیب روسیه در سال 2002 بهترین طبیب جهان در سال 2004. ملا ظهور طاهری دکتر روانپزشک کاردیولوژ گیاه‌پزشک منوالیست طبیب خلقی بهترین طبیب روسیه در سال 2002 بهترین طبیب ابتدای هزاره 3 بهترین طبیب جهان در سال 2004 بهترین طبیب خلقی تاجیکستان در سال 2005. دکتر طاهری با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مدال شفقت مکافآت شده است. با نشانهای گیورگ مقدس روح مقدس سال 2011 با مدال صداقت و قسم هیپوکرات سزاوار گردانده شده است. اعلاچی فرهنگ تاجیکستان اعلاچی مطبوعات تاجیکستان نامزد علم طب اکادمی بین المللی علوم جامعه شناسی و طبیعت شناسی و اکادمی پروبلم های بی‌خطری و حفظ حقوق روسیه سال 2006 اینچنین سال 2009 اعضا کرسپاندنت اکادمی فنهای تکنولوژی روسیه گردیده است. از سال 2003 عضو اتفاق نویسندگان و ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان عضو اتحاد بین المللی نویسندگان است. از سال 2006 اعضای پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان. از سال 2009 اعضای اتحاد جمعیتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اکادمیک طاهری اینچنین عضو جمعیت گیاهشناسان روسیه عضو شورای هیئت تحریری مجله بین المللی گیاهدرمانی عملی بوده. نام او به کتاب رکوردهای گینیس سال 2003 شامل گردیده است. سال 2008 و کتاب‌های رکورد دستاوردهای فدراسیون روسیه داخل شدند. سال 2012 با دیپلم و مدال طبیب افتخار قزاقستان سرفرازان گردانده شدند. فعلا اون کس رئیس اساسیاسیون گیاه‌پزشکان و طبیبان خلقی جمهوری تاجیکستان مؤسسی جمعیت دارای محصولاتش محدود مهری گیاه سروری خواجگی دهقانی دکتر طاهری در ناحیه عینی دیرکتوری نشریه طب روزنامه سالمی و درازعمری و مجله طب و طبابت است. او درماندان زیاد را در جمهوری‌های آسیای میانه مناطق بزرگ فدراسیون روسیه از مسکو تا نخودکا جمهوری‌های بلاروسیا، اوکراین، جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عرب، مصر،
هند، آلمان و غیره تبابت کرده است. مؤلف 3 اشعار، 40 کتاب و دستور و بیشتر از 350 مقاله های علمی و عمومی است. از سال 2018 اینجا رئیس اتفاق نویسندگان بین الخلقی و طبیبان است. 20 نوع گیاهچا و داروها از گل گیاه‌ها اختراع کرده است که سزاوار یک قطار مکافات و دیپلم‌های بین الخلقی گردیدند. اینچنین بالزام، سیگار طبابتی، زمش، فیرولخید، اینچنین کریم‌های خوشروی و ترنگین از دکتر طاهری اختراع کرده در استحصالات جاری نموده است. شعار آن کس صلح در تمام جهان و سالمی و درازعمری و تمام آدمان دنیا است. به نزدیکی کتاب معروف مولا ظهور طاهری آب از طلا قیمت‌تر که با جنبست دانش‌ها درباره آب با توجه خاصه به خاصیت‌های معالجوی و استفاده عملی آن در تشخیص، آگاهی، پیشگیری و بیماری‌های گوناگون بخشیده شده است در نشریه استعداد انتشار گردید. مسئله‌های فراگیری کتاب در اساس تشخص‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان مربوط به آب آشامیدنی در جهان میباشد. در چند باب کتاب دایر به خصوصیت‌های شفایی آب و آب درمانی سخن می‌رود که خیلی مفید و آموختنی است. کتاب محصول برای دایره وسیع خوانندگان و مخصوصا برای دکتران و طبیبان، عالمان و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه و کالج‌های طبی نوشته شده اهمیت کاربرد و استفاده بری دارد. شاعر خلقی تاجیکستان قطبی کرام به حق استاد نوشتند: طاهری را ظهور می‌زیبد، دلی همچو بلور می‌زیبد، دیده روشنی چو آب زلال، نور بالای نور می‌زیبد. در حضور همین بلند اختصاص قطبیان حضور می‌زیبد، خلق نیکوی دلشناسان را بخت و اقبال زور می‌زیبد. حیات از آب نابود جاویدان سرچشم میگیرد و آب از قوله بامی جهان سرچشم میگیرد و آب از قوله بامی جهان سرچشم میگیرد. حیات و آب پیوندند و اندر سازمانیده، حیات و آب پیوندند و اندر سازمانیده. زی فضلی پیشوای تاجیکان سرچشم میگیرد، زی فضلی پیشوای تاجیکان سرچشم میگیرد. خطی برنام از آبی تازه شدن در جهان، برای جلب همکاری کناری تاجیکستان بود. زی پنج وخش سیهون و زرفشان پر از سرابه، سراسر دستگیری یافت این برنامه ممتاز، سراسر دستگیری یافت این برنامه ممتاز. دو مقدام نکات
انجمن‌ها بود که در این آستانی ملاقات انجمن‌ها بود که در این آستانی پیامی آلمانی عالمی آب از نشاط آمد پیامی آلمانی عالمی آب از نشاط آمد دیگر برنامه باشد بهر حفظ آب همکاری زی آبونا بمانه و ضرر آید فقط یاری همه اقدام نکرد بود از این برنامه سبزد همه اقدام نکرد بود از این برنامه سبزد بود آبی سر زیما به آبان مددگاری بود آبی سر زیما به آبان مددگاری نوین یک مجد از برنامه آبی زلال آمد بر رشدی استوار اقدام یا به وجود کمال آمد نوین یک مجد از برنامه آبی زلال آمد بر رشدی کمال آمد پیوندی 10 ساله بین الملل امروز زی شاه عادل قد نامه به زوال آمد زی شاه عادل قد نامه به زوال آمد زی شاه